امروز تو این ویدیو قراره که من دوستم با هم دیگه تو 5 از چالش مختلف با 10 تا توپ مختلف با هم دیگه رقابت کنیم و ببینیم کدوم یکی از ما برنده میشه. بزن بریم. تو آیتم اول قراره که نوبتی به هم دیگه پنالتی بزنیم و ببینیم کدوم یکی امتیاز این آیتم رو میگیره. برای اینکه مشخص بشه کدوم اول بزنه تنکاس قیچی یه دونه میره. تنکاس قیچی. اوه کجا رفت؟ آیتم مساوی شد. نفری یه دونه گل زد. بریم سراغ آیتم بعدی. تو این آیتم قراره که زاویه وسته بزنیم و هر کسی توپای بیشتری گل کرد امتیاز این مرحله رو میگیره. برای اینکه مشخص کنیم کدوم اول بزنیم سنگاس قیچی یه دونه میده. سنگاس قیچی. بزنش کنه. ایک یکم مونده بود. اوه گل. این آیتم من 2-1 بردم. بریم سراغ آیتم بعد. این آیتم قراره که با هم دیگه روپایی بزنیم و پاس بدیم به هم دیگه یه عدد بگیم. بریم. 2 3 2 1 4 2 1 2 1 3 3 1 2 4 1 3 3 1 4 3 2 5 3 1 6 3 اینم مثلا ببرم بازم بردم. 2 این آیتم من بردم 3 1 میشه. بریم سراغ آیتم بعد. تو این آیتم قراره که اون بطری که اونجا هست رو میبینید اون بطری رو بزنیم و امتیاز هر کسی که بیشتر بود این امتیاز این چالش رو میگیره. بریم. برای اینکه مشخص بشه کدوم اول بزنه سنگاس قیچی یه دونه میده. سنگاس قیچی. اول باید دوستم بگم.
بزن. 2 امتیاز. دوستم 3 امتیاز گرفت. حالا نوبت من. هیچ. این آیتم رو دوستم برد. حالا بزن بریم سراغ آیتم بعد. بالاخره رسیدیم آیتم آخر. تو این آیتم قراره که هر نفر از ما 1 دقیقه فرصت داریم بطری رو راست بندازیم و یه توپ به سمت دروازه شلیک کنیم. اگه من ببرم که بازی رو بردم، اگه دوستم بره بازی 3-3 میشه و مساوی میشه. زنگ کاغذ قیچی. من شروع بدم. یک امتیاز. اوه اوه. یک 2 3. بچه تا اینجا ویدیو رو دیدین لایک فراموش نشه. 20 ثانیه. برد من قطعی شد. - 15 ثانیه مونده. یکی رو بزنه داره. 5 ثانیه. بچه مرسی که ویدیو دیدین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.